کی گفته جلوی پای عروس گوسفند بکشید؟ اخوی خونش رد بشه. آیا عوام بازی بس نشد؟ یکی بچهش دنیا آمده گوسفند، حاجی از مکه بوده، آقا جلوی مردم گوسفند نکشین، با عاقبت بچه ها بازی نکنین. عزیز من ببرید در یه جایی که کسی نبینه بکشید، گوشتشو برده میریم بده فقرا. اسلام بازی که نیست که. هیچ کسی نشاید به شما نگفته تا هیچ کس نگفته. رذیلت را وقتی کسی تذکر نداد جا میفته. این رذیلت فضیلت نیست. دستم به دامنتون، دهنم بس بگم بچه گوسفند کشتن ببینه چی میشه آخرش. برای قوم خویشای من یکیش بچهش به دنیا آمده بود، رفتم در خونهشون دیدم سلاخ حاضره و گوسفند حاضر. گفتم چیکار میخوای بکنی؟ من بکشم. گفتم زود یالا از اینجا برو، زود ماشین بگیر برو تو بیابون، برو تو بیابونا بکش، بیاش گوشتشو بده مردم جلوی بچه ها. مردم کار خطاست.